سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و سالم و سلامت باشی. دوره خیلی سختی رو هممون گذشتیم. یه 2 3 هفته من در خدمتتون نبودم به خاطر شرایطی که پیش اومد. میخوایم بریم بررسی بکنیم ببینیم که تو این 2 هفته چه اتفاقاتی افتاد توی ماکرو اقتصاد کلان، چه اتفاقاتی روی آلت کوین ها افتاد. آلت کوین چرا اینقدر وضعیتشون خرابه، چرا اینقدر دامیننس بیت کوین چرا رشد کرده. یه سعی میزنیم به اتفاقاتی که توی بازار افتاد با هم دیگه بررسیش میکنیم. بریم از دیتا شروع بکنیم. دیتاهای 2 هفته پیش، از 2 هفته پیش چه اتفاقاتی افتاد؟ ریتیل سیلز اومد روز 17 جون، الان 28 جون هستیم، تقریبا 11 روز پیش دیتای مهم ریتیل سیلز اومد. خیلی بدتر از پیش بینی ها بود. میبینید اینجا منفی 3% و منفی 9% نسبت به فورکست هم خیلی بدتر بود. نشون میده که وضعیت اقتصاد، این آمار خرده فروشی دیگه نشون میده که توی خرده فروشی ها چه خبره. وضعیت خیلی جالب نیست، خیلی دیتای جالبی نیست. این دیتا به نفع بازار نیست، نگران کننده میتونه باشه. روز 18 جون چهارشنبه این هفته که گذشت، هفته قبلش ما جلسه FOMC رو داشتیم. خب طبیعی بود که کاهش نرخ بهره رو نداشتیم، شانسش هم اصلا وجود نداشت. تقریبا 99% شانس این بود که ثابت بمونه، همینطور هم شد. اما پروژکشن اعضای فدرال رزرو در اومد. پروژکشن یعنی که دیدگاه اعضای فدرال رزرو در مورد آینده اقتصاد، وضعیت اقتصاد چی، خیلی هم اهمیت داره. اهمیتش چیه؟ ببینید تو این پروژکشن نسبت به پروژکشن دفعه قبل که تو ماه مارس در 3 ماه پیش داده بودن، جی دی پی یا رشد اقتصادی رو کمتر پیش بینی کردن برای 2025. از 1.7 آوردن روی 1.14. نرخ بیکاری رو یه مقدار بردن بالا، از 4.14 بردن روی 4.5. پی سی تورم، دیتای تورم و اینا 3% در نظر گرفتن برای 2025. اما ماه مارس 2.7 پیش بینی کرده بودن. 2.7 هم نسبت به باز پروژکشن قبلیش هم باز رشد داشت، یعنی یه روند رو به رشدی توی این پیش بینی اعضای فدرال رزرو هست در مورد تورم. یعنی اینا نگرانن، این نشون میده که خیلی نگرانن در مورد تورم، فکر میکنن که تورم میره بالا. کور پی سی هم باز همینقدر رشد کرده، تقریبا 3% رشد کرده نسبت به پروژکشن قبلی. در مورد نرخ بهره اجماع هنوز روی 2 پله کاهش نرخ. البته میبینید این 2 پله کاهش نرخ، اما اتفاقی که افتاده تعداد خیلی زیادی از اعضا روی بدون پله و 1 پله کاهش نرخ، یعنی این 7 نفر پیش بینی کردن که ما کاهش نرخ اصلا نداشته باشیم سال 2025. این 2 نفر پیش بینی کردن که فقط 1 پله کاهش نرخ داشته باشیم، اما اکثریت روی 2 پله کاهش نرخ هستن. یعنی وزن بیشتر رفته به سمت بالا. میبینید بیشتر به سمت بالا رفته. این اصلا چیز جالبی نیست. حالا پاول تو این جلسه چی گفته که ما انتظار داریم اثرات تحریفات توی تابستون تازه اثراتش بیاد روی دیتا، منتظر دیتا هستیم. تا زمانی که وضعیت دیتا خوب نشه ما کاهش نرخ بهره رو به اون صورت نداریم. منتظریم ببینیم که دیتا به ما چی میگن. بازار کار رو رصد میکنیم و وضعیت تورم رو داریم رصد میکنیم. پس این جلسه صحبتاش هم خیلی به مذاق بازار خوش نیومد. یعنی 17 و 18 جون اوضاع خیلی جالبی ما نداشتیم دیگه. از اتفاقاتی که هفته پیش افتاد، خب صحبت‌های ترامپ رو داشتیم، خیلیش مربوط به جنگ بود و اینجور داستانا. هفته قبل دیتایی که اومد، فلش پی ام آی که خیلی تاثیرگذار نیست توی بازار، کاری با اینا نداریم. سخنرانی پاول، شهادت پاول رو داشتیم. تو جلسه پاول گفتش که ببینید 2 روزم بود، روز سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته که گذشت. تو این 2 روز گفتش که ما حواسمون به دیتاهای تورم هست و حواسمون به بازار کار هست. گفت در این 2 صورته که ما کاهش نرخ بهره داریم، یا دیتای تورم بیاد پایین یا بازار کار خراب بشه. خب بازار کار خراب بشه که اصلا اوضاع خوب نیست، یعنی که اوضاع از دستمون در رفته، وضعیت خراب شده. ما می‌خوایم تازه کاهش نرخ انجام بدیم، یعنی جوری نوشدارو پس از مرگ سهرابه. دیتای تورم اگه بیاد پایین، خب این به نفع بازاره که این اتفاق بیفته، حداقل تورم خیلی بالا نره که. اما با توجه به این که ما تعرفه ها رو داریم، اثرات این تعرفه هم تازه تابستون به بعد، یعنی از این ماه به بعد انتظار میره که بیاد توی دیتاها، یکم میتونه این قضیه نگران کننده باشه. یعنی خیلی سخنرانی جالبی باز در کل نبود. و بعدم دیتای جی دی پی رو داشتیم، آخرین استیمیت، آخرین تخمین جی دی پی رو داشتیم که رسید به منفی 0.5%. از فورکست خیلی بیشتر بود، خیلی بدتر بود. یعنی خب این خیلی جالب نبود. اما خب
اگه بریم داخل این دیتا رو نگاه بکنیم باز به خاطر بخش خیلی زیاد وارداتی بوده که اتفاق افتاده، چون توی فرمول جی دی پی تراز تجاری خیلی مهمه که اگه واردات به خاطر تعرفه‌ها زیاد بوده باشه این باعث شده که این منفی بشه. پس این نشونه این نیستش که ما بگیم به خاطر این بوده که اقتصاد رو به نزول بوده، نه، بیشتر به خاطر این بوده که واردات به خاطر ترس از تعرفه‌ها خیلی زیاد بوده توی این مدت. انتظار داریم از 3 ماهه بعدی دوم سوم دوباره به اعداد مثبت برگرده. کالاهای با دوام وضعیتش خوب بوده، به نسبت سفارشات کالاهای با دوام رشد داشته، اعداد مثبتی بوده، 0.5% نسبت به 0.1% و آمار فروش خونه ها هم خوب بوده به نسبت. تو این زمینه ها وضعیت انقدر بد نیست. دیتای پی سی رو هم که روز جمعه داشتیم 2% نسبت به فورکست 1% یه مقداری بالاتر بوده. خب تورم این دیتا به نفع بازار هم نیست. حالا چه دیتایی داریم واسه هفته بعد؟ دیتاهای مهم هفته بعد دوباره سخنرانی پاول داریم چند روز دیگه، روز سه شنبه و جمعه این هفته ان اف پی رو داریم. خب پاول گفتش که حواسمون به بازار کار هست، پس این خیلی میتونه برای ما مهم باشه و همینطور آی اس ام سرویس پی ام آی، شاخص مدیران خرید بخش خدمات که خیلی مهمه. آی اس ام مانوفکچرینگ پی ام آی هم روز سه شنبه اینم میاد، اینم خیلی مهمه. جولز هم هست، جاب اوپنینگ هم روز سه شنبه میاد. اینا دیتای مهمیه. پس سه شنبه و جمعه دیتای خیلی مهمی رو داریم، حواسمون باید به این دیتاها باشه. حالا بریم روی چارت ببینیم که این تاثیر دیتا روی چارت چی بوده. ببینید ما میتونیم تیک منفی بذاریم برای روز 17 و 18. خب من اینجا روی چارت 3 تا تیک گذاشتم، 3 تا تیک منفی گذاشتم. اولیش به خاطر جنگ که اتفاق افتاد، خب ریسک ژئوپلیتیک رو میبره بالا، ریسک پذیری بازار رو در کل میبره بالا. ریتیل سز آمار خرده فروشی دیتای خوبی نبود. اف او ام سی هم در مجموع خیلی نکات منفی داشت، به نفع بازار نبود. پروژکشن هم همینطور. پروژکشن از فدرال رزرو هم باعث شد که یه لگ ریزشی ایجاد بشه که البته تشدید کنندش اوضاع جنگ و بسته شدن، نگرانی از بسته شدن تنگه هرمز بود که ما توی قیمت نفت هم این رو دیدیم. اگه چارت نفت رو بیاریم بالا میبینید این روزهای آخر خیلی قیمت‌ها داشت به بالای $80 هم میرسید که یهویی کندل منفی زد و اوضاع یه مقداری بهتر شد و بازارهای مالی هم همه داشتن ریسک گریزی انجام میدادن. این 3 تا کندل منفی توی بیت کوین رو دارید میبینید تا زیر $100,000 $97,000 هم رسید و اینجا بود که جنگ تموم شد. اینجا میتونیم تیک مثبت بذاریم. اتفاق مثبت دیگه ای ما نداشتیم به جز این. برای روز جمعه ما میتونیم یه تیک منفی برای جی دی پی اضافه بکنیم. خب این دو تا تیک من اضافه کردم، یه تیک منفی برای جی دی پی و یه تیک مثبت برای پایان جنگ. البته این ریسک همچنان وجود داره، یعنی پس پرده بازار این ریسک وجود داره که شاید دوباره این جنگ بخواد شعله‌ور بشه. اون موقع هستش که دوباره این ریسک ممکنه سراغ بازار بیاد. واسه همینه که ما توی آلت کوین ها انقدر ریزش‌های سنگینی داشتیم. و این شاخص دامیننس بیت کوین هست. ما 17 و 18 جون می‌بینید شاخص ریتیل سیلز رو داشتیم، اف او ام سی رو داشتیم. بعدش اتفاقات جنگ رخ داد. این باعث شد که دامیننس بیت کوین بره بالا. البته زمانی که آتش بس شد یه مقداری دامیننس، می‌بینید دقیقاً روز بعد از آتش بس این اتفاق افتاد، دامیننس بیت کوین یه مقداری فروکش کرد، اما ریسک همچنان توی بازار وجود داره. جی دی پی هم خیلی کمک نکرد به این قضیه. همچنان ما توی قیمت‌های یه سقف جدید هستیم نسبت به سقف قبلی البته و عدد 65.5% عدد خیلی بزرگیه برای دامیننس بیت کوین. آلت کوین تا حدود خیلی زیادی نیست و نابود شدن توی این مدت که اگه علتشو بخوایم بگیم دقیقاً توی این چارت بیت کوینی که روش علامت زدم میشه دید اتفاقات مربوط به ریسک‌های ژئوپلیتیک، دیتاهای ریتیل سیلز، سخنرانی‌های پاول، هم اف او ام سی هم همین چند روز گذشته و جی دی پی و ریسک جنگی که هنوز با اینکه آتش بس اتفاق افتاده همچنان این ریسک وجود داره. همین باعث شد که دارایی‌های ریسک پذیر به خصوص آلت کوین‌ها به شدت آسیب ببینن توسط این دیتایی که اومد. اینم از دیتای امروز. امیدوارم که استفاده کرده باشید. تا روزهای آینده فعلا خدا نگهدار.